توشه؟ بله توشه. خیلی خوش اومدید به اپیزود جدید پادکست توشه. من دارم چیز میخورم، چای لته. خیلی جالبه برام، از برند بونومانوه که خب خیلی من فن قهوه‌اش نیستم، ولی خب به نظرم این محصولش خیلی خفنه، به خاطر اینکه ترکیب چای و شیر. حالا شاید بپرسید چجوری شیر رو تبدیل به پودر کردن با چی میگن، شیر خشک، و خیلی ترکیبش برام جذابه. بچه‌ها همونطور که میبینید بنده استایل زدم، بنده خیلی جذاب اومدم با یک فضایی گرم و سرد ترکیب شده، نمیدونم چرا، ولی خب ما زاویه زیادی داریم میتونیم ازش استفاده کنیم. امروز هم تنهام. اگر میخواید بپرسید چرا با بنیامین دیگه تو شهر ادامه نمیدید، بچه‌ها بنیامین خیلی سرش شلوغ شده و خب هماهنگی باشه خورده سخته. منم خیلی مودیم، یهو تصمیم میگیرم تو شهر رو بگیرم، برای همین خیلی موقع نیست، ولی بنیامین هنوز هست، رفیق ماست، همکار ماست، دوستش دارم خیلی زیاد. هیچ مشکلی ما هیچ وقت به هم بر نمیخوریم، به هم بر بخوریم سعی می‌کنیم با صحبت حلش بکنیم. پس هیچ چیزی نیست، فقط پیس و آرامش و دوستی. آقا یه اتفاقی برای من افتاده. بچهای چنل تلگرام با خبرن، حالا نمیدونم بچهای چنل توشه با خبر باشن یا نه، ولی خب در کل گفتم اینجا بازش کنم. اینجا پلتفرمیه و تریبونیه که من میتونم خیلی راحت توش صحبت کنم و راجع به اتفاقاتی که برام میفته خیلی راحت باشم توش، یعنی خیلی اوکی ام با این قضیه. این بود که هفته پیش تقریبا از طرف یوتیوب برای من یه ایمیلی اومد که این ایمیل شامل این بود که گفته بود اکانت ادسنس شما دی اکتیو شده به صورت یعنی دسترسی شما. خب من خیلی اولش پشمام ریخت، گفتم آقا برای چی همچین اتفاقی افتاده؟ من که همه چی داشتم رعایت میکردم، قوانین یوتیوب و این داستانا. خلاصه مکاتبه کردیم با شرکتی که کار میکردم، اندروپی. اولش که بهم گفتن درست میشه و مشکلی نیست و گفتم خیلی خوب. پس من ویدیومو گذاشتم، همون ویدیوی یادم نیست کدوم بود. من دارم چک میکنم صدامم ضبط باشه که خیالم راحت شه. خب که گفتن اوکی و مشکل برطرف میشه و همه چی فیکسه، نگران نباشین. 2-3 روز گذاشتم خبری نشد، رفتم پیام دادم گفت چنلتون داره بررسی میشه، سریع بهتون خبر میدیم. یه خبری که به من دادن این بود که به خاطر حالا یه سری دلایل طولانی مدت که مثلا رعایت نکردن قوانین چیز بود، قوانین یوتیوب بود، کار نکردن کانتنت کریتور بود که خب کسی که کار نکنه مسلما برای چی باید اصلا با شرکتی درآمدزاییش فعال باشه و یه سری همچین چیزایی. این دلایل رو به من دادن که مثلا من متوجهش نشدم خیلی، ولی خب مشکل من جزء اونا نبود و خب فیکس شد. یعنی همین دیروز دیگه من کاراشو انجام دادم، دسترسی جدید رو ازم گرفتن و یعنی بهم دادن، یعنی آره دیگه، یعنی فعال شد و خب خوشبختانه چنل یوتیوب من دوباره برگشت به شرایط مانیتایزی و حالا فعلا فقط باید صبر کنم که توسط خود یوتیوب تایید شه. و خیلی تشکر میکنم از شرکت اندروپی که اینجا خیلی هوای ما رو داشت، خیلی هم خوب پیگیر کار ما شد و کار ما لنگ نموند. ولی اینجا یه اتفاق خیلی بزرگ و اساسی برای من افتاد، نمیدونم در جریانش باشین. میبینید که ویدیو لانگ نذاشتم مدتی و ویدیو همش ویدیوهای کوتاهه، به صورت دیلی داره گذاشته میشه. خیلی ها به من این پیشنهاد رو داده بودن که تو یه چنل جدید بزن، با توجه به ویوهایی که داری و ویدیوهایی که میسازی میک سنس نمیکنه، اینا به هم مربوط نیست. حالا من که کوچیک همم، بقیه میگفتن که محتوات خیلی ارزشه، یعنی ویوی بیشتری باید بخوره. خیلی وقت پیش می‌خواستم اول تابستون این کارو بکنم که خب دست نگه داشتم، حالا نمیدونم چرا، ولی خب همیشه یه ترسی داشتم چون من یک چنل دیگه داشتم، همین چنل توش هست، برید ببینید ویدیوی اولش قشنگ مشخصه. گفتم آقا نمیشه، ارزش نداره، صرفه نداره که من بخوام دوباره چنل بزنم، به خاطر اینکه خب من معنوی گرام، من مثلا راجع به چیزی که برام ارزش معنوی داشته باشه خیلی مثلا راغب نیستم که بخوام عوض کنم یا از صفر شروع کنم یا بذارمش کنار. در صورتی هم که شناسنامه کار من بود، چنل دومیه، اسکوید گیم مانیتایزش کرد و خیلی کارهای دیگه به خودم اومدم. یه تایم طولانی هم ویدیو نذاشتم، برای من که هفته
یه بار قبلا میذاشتم، بعد الان 1-2 ماه بود که هفته 2 تا میذاشتم. خیلی سخت بود که 2 هفته پشت سر هم ویدیو نذارم و خیلی برام اذیت کننده بود. خیلی راجبش فکر کردم که شاید این یه نشونه باشه که من مجبور شم دوباره چنل جدیدی بزنم. خوشبختانه این کار رو تصمیم گرفتم بکنم با کمک رضا رزیلند. دمش گرم، کلی صحبت کرد با من، کلی هینتس داد. به این نتیجه رسیدم که آقا من فعلا برای شروع ویدیوهای قدیمم که وایرال نشده و ویو نخورده رو، چون 50 تا 40 تا ویوی حساب نمیشه برای اون محتواهایی که من ساختم، داخل چنل جدیدم بذارم. و خب کاری که قراره بکنم، یعنی دارم میکنم، اینه که هیچ پروموشنی توش انجام نمیدم از اینستاگرام، حداقل تا روزی که ویدیوهای جدید بیاد و اونم حتی بعد از 4-5 روز میذارم. که تصمیمم برای این کار اینه که ویوی هرچی ویو میخواد از طریق خود یوتیوب بخوره، بعدش حالا از طریق اینستاگرام اینا پروموت کنم. نمیدونم تصمیم درستیه یا نه، ولی من خب دیگه کاری از دستم بر نمیاد، محکومم به اینکه سبک سنگین کنم. ممکنه اینم راهی بوده باشه که اشتباه باشه برای من، ولی حداقل چیزی که من از خودم میدونم راجع به این حرکت، فوکسش رو من دوربین، بله، اینه که یک ترسی رو گذاشتم کنار و دوباره از صفر شروع کردم. الان ویدیو 5 تا ویو خورده، اولین ویدیویی که گذاشتم توی اون چنل. اگر قرار باشه ساجست بشه بهتون میشه، یعنی خیالتون راحت، اگر مخاطب من باشین خود یوتیوب اینو بهتون ساجست میکنه. میگم 5 تا ویو خورده، فردا همزمان با این ویدیو اون ویدیو هم میاد، ویدیوی بعدیمون، که خب یه خورده طول میکشه، 2-3 تا ویدیو طول میکشه تا بیفته توی الگوریتم یوتیوب چنل منو بشناسه و خب حق میدم به این قضیه. یا ممکنه یک پرتابی باشه به سوی بالا، یا ممکنه یه پرتابی باشه به سوی پایین و من دوباره افت کنم. ولی خب دیدم روشنه، خیلی بهش اعتماد دارم و انرژیم بهش مثبته و کارهایی که قرار بود توی ماه دسامبر توی چنل کیامین انجام بدیم، توی اون چنل جدید انجام بدیم زودتر. من الان یه ویدیویی دارم میگیرم، نمیخوام اسپویلش کنم براتون، ولی 3-4 تا یوتیوبر خیلی خفن توش هستن و خودم دیروز با یکیشون که گرفتم خیلی استرس داشتم، بهشم گفتم من عجیب استرس دارم پیش تو دارم این ویدیو رو میگیرم. تو این ویدیو یه سری همکاری کردم، اومدن یه سری همکاری کردن نیومدن که فدا سرشون، میدونم هر کسی درگیری کاری خودشو داره. دم کسایی که اومدن گرم، دم کسایی هم که بهم گفتن که نمیرسن باشن تو این ویدیو بازم گرم. ولی ویدیوش داره ویدیوی به شدت خفنی میشه. من یادم رفت اینو RGBشو وردارم، خیلی حرکت چیزیه، گیه، یعنی RGB رو دوست دارم ولی نه برای پادکستمون. بچه شاید بپرسین آقا چرا دیگه توی چیز کار نمی کنی، توی چی اسمش، اون یارو داداشمون اسمش چی بود، اسپاتیفای نمیذاری؟ اسپاتیفای هم فعلا استاپ کردم که بتونیم پادکست های توشه رو فعلا همینجا ادامه بدیم. حالا یواش یواش توی اسپاتیفای هم میاد و داریمش. آره این ویدیو خیلی خفنه. پروژه خیلی خفن دیگه هم دارم که هنوز در حال پیش تولیدشه. یه ایده خیلی خفن جدید تازه و نو توی یوتیوب فارسیه، تا حالا کسی نگرفتتش، که خیلی میتونه کمک کنه به دو تا سایدی که توی این کار حوزه دارن فعالیت میکنن. امیدوارم که بتونم کسایی که تو ذهنمه دعوتمو قبول کنن و بتونم اون چیزی که تو ذهنمه رو توی اون ویدیو پیاده کنم، چون ویدیو خیلی باحال و خفن و بامزه‌ایه، رقابتی خیلی باحاله که اونم میاد. علاوه بر اون ویدیوهای تیم خودمونم که سر جاش هست، یه سری ویدیوهای جدید. من یه خورده یه عکس گذاشتم تو چنل تلگرام، نمیدونم که دیده باشن، یه گیراپ خفنی با دوربینم انجام دادم که بتونم ویدیوهای شبم بگیرم، مثل ویدیوهای ترسناکم قراره به کاتگوری ویدیوامون اضافه بشه. خیلی به آینده دیدم مثبته و خیلی حرکت‌های خفن قراره انجام بدم. امیدوارم با حمایت‌های شما انجام بشه توی چنل جدیدمون. خیلی از این بابت معذبم که نمیتونم بهتون بگم این چنل جدید منه بیاید ببینید منو، ولی خب امیدوارم خودتون هم درک کنید که برای چیه، چون میخوام اون ویور یوتیوب بیاد توی چنلم بمونه، یعنی اینجوری میخوام ویور جذب کنم.
شما که چشم من این دوستتون دارم واقعا، ولی سری ویورای جدید جذب شد شما هم براتون ساجست میشه قطعا. من چندین نفر اومدن بهم گفتن آجی ویدیو تو دیدیم، همون 4 5 نفری که دیدن کامنت گذاشتن ای تو کی چنل جدید زدیم، یهو برامون ساجست شد. برام خیلی عجیب غریب بود این ماجرا. آره اصلا سیستمم عوض شد، خیلی حالم خوبه، خیلی انرژی مثبت، خیلی یک باگ بزرگی ازم حل شد که من همیشه فکر میکردم خیلی بذار اینو قضیه رو بهتون بگم. قبل از اینکه این ویدیو رو بگیرم همیشه استرس داشتم با یوتیوبرها کامیونیکیت کنم، یعنی ارتباط برقرار کنم. نمیدونم چرا، حالا همیشه به خاطر اینکه پس ذهنم یه ترومایی پیش اومده برای اکثر یوتیوبرهای تازه کار این هست که نه زیاد میشنون و فکر میکنن اگر بیشتر کار کنن جایگاهی هم بگیرن بازم اون نه رو میشنون. ولی این رفته بود پس از ذهن من تا وقتی که این ویدیو رو تصمیم گرفتم بگیرم. میشه گفت اولین ویدیویی که چند تا یوتیوبر توی ویدیوی من باهاشون وایستادم کنار هم توی قابیم نبوده، نه ویدیو اسکوید گیم هم نبوده، ویدیوی فیک یوتیوبر هم خب بچهای یوتیوبر بودن ولی خب بچهای یوتیوبر بزرگتر. یک بار با حامی فقط توی کادر بودم، با علیرضا مطلی هم که آنلاین داشتیم پادکست ضبط میکردیم، اینجوری نبوده که توی کادر باشم. ولی این به هم رسید که ببین زحمت کشیدی، 6 ساله داری کار میکنی، یک جایگاهی گرفتی و این ترس رو باید بذاری کنار که با یوتیوبرها صحبت کنی، بیان تو ویدیو باشون همکاری کنی، چون بالاخره الان عصر یوتیوب عصر همکاریه. تو باید بتونی با قدرت مکالمه، با قدرت ارتباط صحبت کنی، بتونی دیگران رو دعوت کنی. آقا یا طرف اوکیه تایم داره باهات اصلا حال میکنه، میایید با هم ویدیو میگیرین که قطعا منم لطفشو جبران میکنم، یا طرف باهات اصلا حال نمیکنه، تایم نداره، هر دلیلی نمیاد تو ویدیو. مشکل نه از ارزشای من نوعی کم میشه نه از ارزش اون طرف. تنها اتفاق مثبتی که این وسط میفته آدم ارتباط گرفته. یکی توی پادکستی گوش میکرد میگفت الان عصر ارتباطاته. اگر یوتیوبری نتونه ارتباط برقرار بکنه یوتیوبر موفقی نمیتونه باشه. چرا؟ تا چند سال پیش یادتون باشه زمانی که زمان آریاکوکسر و میا پلیز و اینا که داشتن خیلی کار میکردن، اون زمان یوتیوبرها میتونستن تنها خودشون کار کنن بیان بالا چون یوتیوبر زیادی نبود. بعد حالا خورد به زمانی که مثل یوتیوبرها اومدن، میشه مثلا نسل ماها، خب اون تایمی بود که بستگی داشت به الگوریتم سابسکرایب، هرچی سابسکرایب میگرفتی ویوات هم بیشتر میشد. بعد رسید به عصری که یوتیوبرای جدید اومدن، مثل بنیامین و سهیل که حالا قدیم بود، مثلا ایده های جدید، سیل جدید ایده ها، اونجا دیگه تبدیل شد به همکاری کردن. یعنی دقت کنید یوتیوبرهای الان موفقن که دارن از حالا به هر طریقی همکاری میکنن، تو حالا یک ویدیو در میون، حالا یا تو ماه یه دونه ویدیو همکاری، خیلی هم که کل ویدیوهاشون کلبه که خب اصلا مشکل نیست، همه دارن پول در میارن، یه نونی سر یه سفره‌ای هست، همه با هم در ارتباطیم. به نظرم این قشنگتره به خاطر اینکه مخاطب دوستی رو یاد میگیره. یعنی به نظر من دیگه از اون سالهایی که دعوا میکردیم، مثلا چه میدونم ایران پرودی خیلی ترند بود، نمیدونم پرشین روز خیلی ترند بود، اینا دیگه دورهشون گذشت، دوره دعوا جنگ دراما تموم شده. دراما هم پیش میاد، مخاطبم دوست داره ویوشو میگیره، ولی الان خدا رو شکر دوستی هم ویو داره. یعنی خیلی باعث افتخار منه که توی این کامیونیتی دارم کار میکنم که همه ترجیح میدن با هم دوست باشن تا با هم دعوا کنن. خود منم همینم، واقعا من با همه رفیقم، با همه، یعنی حتی اگر یه بار سلام علیکم کرده باشم بهش میگم این رفیق من توی یوتیوبه مثلا اینجوری. اینم از این موضوع. برای همین آره اگر یوتیوبری هستی که تازه شروع کردی یا نمیدونم چند مدت یه کار کردی به جایگاهی نرسیدی، سعی کن ارتباط برقرار کنی. منظورم این نیست که یهو بیای چه میدونم بری به آریاکوکسر پیام بده آقا بیا کار کن.
شماها مثل یک شاخه میمونه، شما از همکارها و هم لول های خودتون یواش یواش بیاید، خود این لول مثل یک درخت رشد میکنه ارتباطاتتون و این باعث میشه موفق بشین. الان تنهایی کار کردن جواب نمیده، تعداد همکاری های جدید کردن جواب میده توی یوتیوب. مثلا همونطور که میبینید الان اکیپ محمد تندرو، سکشاد، اینا مثال های توی این دریای یوتیوب ها. مثلا خیلی های دیگه هستن از یوتیوبرهای جدیدتر که من دارم میبینم کار میکنن با هم دیگه، چقدر ویدیوهاشون خفنه. مثلا من خودم با امیر کوانتوم و احمد دارم یعنی کار میکنم. خب بچه هم یوتیوبرهای اللحاظ ویوی تاپ نیستن، ولی خب هم من دارم به اونا کمک میکنم، هم اونا دارن به من کمک میکنن و این مبادله دو سر برده. به نظرم اللحاظ ویوی و حتی ایدهی هم برای هممون یک بنفیتی داشته، یک سودی داشته این قضیه، و اینه که اون قضیه یه همکاری کردن رو که بهتون میگم سعی کنید با یوتیوبرها کلا چه ویوی پایین چه ویوی بالا همکاری کنید. حتی برای یوتیوبرهای بزرگ هم به نظرم پیشنهادم اینه که با یوتیوبرهای یه خورده کوچیک‌تر کار کنن، چون یوتیوبر کوچیک‌تر ایده های جدیدتری داره. اکثر کسی که واقعا کارش این باشه، مثل همکاری بنیامین و امیر امیکو. خب درست امیر امیکو قدیمی‌تر از بنیامینه، ولی خب بنیامین ایده خفن‌تری داشته پیاده کرده، اومده از امیر امیکو هم که خب یه یوتیوبر تقریبا میشه گفت نسبت به بنیامین ویو کمتری داره، اومده کمک گرفته، یه همکاری خیلی خفنی داره. وگرنه بنیامین به هر کسی میگو، به هر یوتیوبری میگو با کله قبول میکرد. یعنی حتی مثلا به آریکوکسر هم میگو، آریکوکسر هم میمد ایران اون ویدیو 100 ساعت رو میگرفت. ولی خب بنیامین تصمیمی که گرفت با یه یوتیوبر تازه کار که نه، با یه یوتیوبر یه لول پایینتر از لحاظ ویوی کار کنه که چی بشه، که از ایده های جدید اون یوتیوبر استفاده کنه. حالا میتونه بحث پروموشنش هم باشه یا هر چیزی، ولی این قضیه خیلی مهمه و خوب داره جا میفته توی کامیونیتی. پام خورد به دوربین، امیدوارم جای دوربین عوض نشده باشه. آره من بعد از این ویدیو دیگه آقا فهمیدم این اعتماد به نفسم اومد سر جاش که آره میشه داداش، تو با صحبت کردن میتونی همه کاری بکنی، فقط خودتو ته غار نگر ندار مثل یک گنجیشکی که داره همینجوری کار میکنه. و این اتفاق و پروسه یعنی به مشکل خوردن ادسنس من، ادسنس نگفتم بهتون، ادسنس یک حسابیه که یوتیوبرها میتونن ازش کسب درآمد کنن و همه این اتفاقها افتاد که من دوباره مجبور شدم از صفر شروع کنم و از صفر شروع کردم برام واقعا ترسناک نیست. فقط این زمان است که منو اذیت میکنه، زمان بر بودن از صفر شروع کردن، چون من دیگه سنم داره یواش یواش میره بالاتر. 6 تقریبا 5.5 سال توی یوتیوب کار کردم، انرژی قدیمو ندارم و چه بسا یه موقع‌هایی هم ایده هم کم میارم، ولی هنوز به نظرم اول راهم واقعا میگم اول راهم، هر روزی که میگذره چیزای جدیدتری یاد میگیرم و سپر داره زنگ میزنه، بعدم به زنگ میزنم و به نظرم تمام تلاشمو میکنم که اتفاقات خوبی برای خودم و اطرافیانم رقم بزنم. من الان دیگه تنها نیستم، افرادی که دارن با هم کار میکنن همشون به نوعی من بهشون مدیونم، باید بهشون کمک کنم، از بنیامین گرفته تا احمد تا امیر کوانتوم و مدیونم واقعا بهشون، باید هر طور شده این لطفاشون رو جبران کنم و بچهای دیگه که من لبم پوس پوس شده و بچهای دیگه باید محکومم به این که بتونم موفق باشم. و به شماهایی که تک تکتون منو حمایت کردین، لایک کردین، کامنت گذاشتین، شما باید ویدیوهای خفن تری از من ببینید، عددهای بالاتر. شما قشنگ چشماتون باید به عددهای بالا عادت کنه. چی دارم میگم؟ میخوام یه کاری کنید، یه روزی کامنت بزنین برام بگین بهت افتخار میکنم که با هر سختی بود، با هر ویدیو کمی بود، تونستی و انجامش دادی. و این کامنت رو ازتون یه روزی میخوام. خیلی دوستتون دارم. پادکست منم 21 دقیقه شد، یه تیکه هایش باید کات شه، یه جایی داشتم چیزایی میگفتم مثلا پرت شد از موضوع، باید حذف شه.
امیدوارم که از این قسمت توشه خوشتون اومده باشه. برای توشه خیلی برنامه خفنی دارم، فقط منتظرم یه خورده پلنم برنامه هام روی نظم بشه که اپیزودهای توشه خفنی، مهمانهای خفنی رو دعوت کنیم و توشهای خیلی باحالی داشته باشیم، چون توشه همیشه همراه شماست. مرسی که این پادکست رو تماشا کردین. مراقب خودتون و لحظاتون باشین. تا پادکست بعدی و قسمت دیگه‌ای، مخلص همتونم. فعلا.